سلام بچه ها، امروز اومدیم با آموزش کفه دار کردن فریم های رزینیمون. من چند تا فریم آوردم، یکیش طلایی و یکیش نقره‌ای، که تو اکثر کارهامون لازم داریم که این کارا رو کفه دارش بکنیم، مخصوصا برای عکس و اینا. به چسب کاملاین نیاز داریم. چند تا چسب دیگه هم هست، مثلا ضد نشت و اینا، ولی من ترجیحاً از چسب کاملاین استفاده میکنم. 2 تا ته چسب رو کاملا تا میکنم که بتونم به میزم بچسبونم. 2 طرف کارم رو کاملا باید فیکس کنم روی میزم و طرف بعدیشم سرش رو تا میکنیم و به میزم میچسبیم کاملا که تکون نخوره. بعد از این کار میایم فریم هامون رو روی چسبمون میچسبونیم. کاملا باید به چسب بچسبه، چون امکان نشتی داره، یعنی رزینمون از زیرش امکان داره بیاد بیرون و خرابکاری‌های زیادی به بار بیاره. کاملا سفتش میکنیم. این مرحلهش خیلی مهمه، باید قشنگ به چسبمون محکم بشه. کامل که مطمئن شدیم چسبیده و دیگه از زیرش رزین نمیاد بیرون، میتونیم رزینمون رو بریزیم داخلش. اما برای کسایی که تازه کارشون شروع کردن، بهتره که از خمیرهای بازی بچه ها استفاده کردم. خیلی هم نرم و انعطاف پذیره. میتونین از چسب تفنگی هم استفاده کنید، چسب‌های حرارتی، اما من ترجیحاً از این خمیرها استفاده کردم که خیلی هم کاربردیه. قشنگ دور فریممون میذاریم که اگر احیانا نشتی داشت این جلوشو بگیریم. قشنگ باید دور کارمون رو بگیریم و محکمش کنیم، هیچ جای بازی براش نذاریم. بازم همون کار رو انجام میدیم برای طرف بعدیش. این کار کاملا در آخر جدا میشه، هیچ مشکلی پیش نمیاد، فقط جلوشو میگیره که رزینمون بود دور و بر چسب نریزه. حالا این فریم مستطیلمون که تموم شد، میریم برای فریم گردمون. باز هم همون کار رو انجام میدیم. در آخر خروجی بسیار زیبایی خواهیم داشت، چون اگه بریزه دیگه دور و برش شلخته میشه و کار خوبی نمیتونیم تحویل مشتری میدادیم. الان دیگه میریم سراغ کارمون. ترازو رو میاریم، من از لیوان کاغذی و خلال دندان استفاده میکنم، چون مقدار رزینی که میخوام آماده بکنم خیلی کمه. بعد از رزین نیمه رقیق، چون ما 3 نوع رزین داریم، رقیق، نیمه رقیق و غلیظ، و من از نیمه رقیق استفاده کردم. برای این 2 تا کارمون
به 8 گرم رزین نیاز داریم. کاملا این باید دقیق باشه. هشت گرم رزینمون رو که ریختیم خاموش میکنیم ترازو رو، بعد دوباره روشن میکنیم که اندازه هاردنر رو جداگانه بگیریم. هاردنرمون رو باید نصف بریزیم، یعنی من 8 تا رزین که ریختم اینجا باید 4 گرم هاردنر بریزم. اندازه رزین هاردنرمون 2:1، یعنی مثلا من 10 تا رزین میریزم باید 5 تا هاردنر بریزم. الان 4 گرم هاردنر باید خیلی دقیق اندازش بگیرم که در آخر خشک بشه. اگه مقدار رزینمون بیشتر باشه این کار خشک نمیشه. بله کاملا 4. بعد کار دیگه که خیلی مهمه و باید دقت بکنیم اینه که کاملا این دوتا با هم ترکیب بشن. کاملا با هم ترکیب میکنیم. اگه احیانا مثل من پرزی چیزی داخلش رفت سعی کنیم با نوک خلال دندونتون بیرونش بیاریم. کاملا این رگه هایی که ایجاد شده به خاطر اینه که کارمون یعنی رزین هاردنر با هم خوب ترکیب نشدن. به آرامی سعی کنید که هم بزنیم که حباب نده. من اینجا چون جلوی دوربینه یکم سعی میکنم زودتر کارم تموم شه. کاملا اون ته‌هاش و دور و برش رو سعی کنیم هم بزنیم که به درستی با هم ترکیب بشن. برای هم زدنش هم اگه از یک چیز بزرگتری استفاده بکنیم مثل چوب بستنی یا قاشق‌های یکبار مصرف خیلی بهتره. الان میخوایم رنگ خمیری سفید رو به رزین هاردنرمون اضافه کنیم. مقداری که ما باید در این کار استفاده بکنیم خیلی کم باید باشه، چون رنگ خمیری پوشانندگی خیلی زیادی داره. این مقدار مناسبه برای 8 گرم رزین. خوب با هم ترکیب بکنیم که در آخر گوله گوله نشه تو کارمون. 1 دقیقه هم بزنیم که رنگ خمیری با رزین هاردنر ترکیب بشه. الان دیگه کارمون آماده است. لیوان کاغذی رو کاملا باریک میکنیم لبه هاشو که بتونیم راحت بریزیم روی کارمون. دوتاشو تا لبه پر میکنیم. سعی کنیم زیاد نریزیم که از لبه ها نیاد بیرون. بعد من این کارو برای عکس میخوام قشنگ تا لب پر بشه که در آخر بتونم دو طرفشو عکس بزنم. و در آخر این حبابای ریزی که روش ایجاد شده رو با فندک از بین میبرید. ممنون میشم که ویدیو رو لایک و سابسکرایب کنید و ویدیوهای بعدی همراه هم باشید.